با سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز. کشتی ما قبل فینال وزن 71 کیلو. سعید عبدولی از جمهوری اسلامی ایران با دو بنده آبی در مقابل یک کشتیگیر عنواندار و کهنه‌کار که او 31 سال سن داره، در مسابقات آتن 2004 قهرمان المپیک شده این کشتیگیر. حالا سعید عبدولی سعی میکنه پای او را توش خارج کنه. بمب روحیه این سعید عبدولی بدون عکس العمل خاک شد. درسته داوری تا این لحظه البته، اما حکایتی داریم با این کره یا در خاک خودشون. اینجا میره برای جفن دستو، یک لحظه اینجا یک لحظه برای موفق میشه با بالا به پل بزنه سعید عبدولی، یک غافلگیری. حالا میره برای فیتو را اجرا میکنه عبدولی، یک بار دیگه فیتوی دوم، دو تا فیتو سوم، تمام میشه. تمام ضربه فنی هم میکنه حریف خودشو، میره تو اینکه ضربه فنی کنه حریف کره خودش، قهرمان المپیکو میره تو اینکه ضربه فنی کنه. همچنان حریف در کمند خودش قرار داره سعید عبدولی. سه فیتوی پی در پی که میتونن 3 4 تا 12 امتیاز بودن. برای بار بعد هم فیتو رو اجرا میکنه، همچنان میتونه که ضربه فنی کنه حریف خودشو و اینجا موفق میشه با ضربه فنی قهرمان المپیکو شکست بده. شکست میده. خسته نباشه دلاور، خدا قوت پهلوان. دلاوری میکنه، بزرگی میکنه سعید عبدولی، قهرمان المپیکو در خانه خودش شکست میده. خسته نباشی پهلوان، خدا قوت دلاور. داور وسط حالا میخوان بیان فیلمو بازبینی کنن. مربیان کره اعتراض میکنن که گلو رو گرفته، در صورتی که این چنین نبود. حالا اگه بخوام فن رو دیگه بگیرن، دیگه این همون حکایتی که خدمتتون عرض کردم. اما واقعا فیتو درست بود. در کره کشتی گرفتن همینه. حریفو 5 تا فیتو زد، ضربه فنی کرد، قبول نکردن. حالا یه ضربه هم میزنه کشتیگیر کره. دست حریف رو اونجاست که خطا هست. اینا داوران دیگه حالا ضربه فنی نگرفتن و امتیازاتش هم ندادن بهش. 5 فیتو زد. میپردازیم به وقت دوم، من مبارزه دوم 6-4 به نفع سعید عبدولی، دلاوری از خطه خوزستان. فشاری که داره کشتیگیر ما میاره روی کشتیگیر کره جنوبی، اون فشار رو یه وقفه‌ای درش ایجاد کنه، میدونه باید چه کار کنه. وقتی که بخوان این کار انجام بدن، داوران دیگه کارشون رو بلد هستن. اما امیدوار هستیم که یک بار دیگه میزنه زیر کتان کشتیگیر ما و موفق میشه خود کنه. ببینیم چه امتیازی. 4 امتیاز میدن، در صورتی که به اعتقاد من 2 امتیاز داشت. 4 امتیاز میدن برای کشتیگیر کره. عبدولی نباید اعصابش خورد کنه، اصلا نبایستی بپردازه به داوری. حالا ببینیم که چه امتیازی داوران میدن. آقای ببینیم تا هنوز رو تابلو ثبت نشده. 2 یا 4 ببینیم که چه امتیاز رو خواهد داد. قاضی چه امتیازی رو میده. ببینیم که آقای طاهرخان ببینیم باید بره عبدولی وسط دوشک. دیگه عبدولی نباید بیاد رئیس دوشک بشینه، اصلا نباید بیاد بشینه. اگر هم قرار باشه اعتراض کنه، مربیان اون شی رو پرتاب کنن. اصلا بابک منظر ببینن چه رأی رو میدن. معلومه که دیگه اگه بخواستن بدن که دیگه امتیازی که نمیدن، همچنان در سرشاهکار دنبال میشه. 1 دقیقه و 30 ثانیه فرصت در عبدولی ما در مقابل قهرمان المپیک. یک بار دیگه میشینه برای کمرگیری. یه مقدار اعصابش به هم ریخته عبدولی. سعید عبدولی در تلاش است اینکه بتونه با کار کردن دست‌ها شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. حالا اجازه نمیده سرگردن بگیره. یک بار دیگه میره برای فیتو. ببین اصلا اخطاری وجود نداره در کشتی فرنگی که یک لحظه میتونن تو 5 ثانیه 10 ثانیه اخطار میدن و کشتیگران 3 اخطار میکنن. اصلا اخطاری در نظر نمیگیرن داور. اصلا انگار اخطار وجود نداره. عبدولی مرتب تعقیب میکنه حریف خودش، میرفت اینکه خاک کنه حریف خودشو، در یک لحظه. حالا تقاضا اخطار میکنه، داور تذکر اولو میدن. چه عجب که تذکر رو فقط دادن. کار سخت و دشوار است. حریف گرگ بارون دیده، قهرمان المپیک در سال 2004، کهنه‌کار، 31 سال سن داره، تجربه داره، در کشور خودش از امتیاز داوری و میزبانی استفاده میکنه. ضربه هم میزنه، با سر هم ضربه میزنه. ناجوانمردانه کشتی میگیره این کشتیگیر کره‌ای. با سر ضربه زد و به عمد هم ضربه زد. حالا با در خاک بشینه کشتیگیر کره. اخطار اول تصویب شد. امیدوار هستیم که با سر ضربه شده و یه مقدار حالا ببینیم که عبدولی بایستی بره و فن بزنه. اصلا به داوری نباید کار داشته باشه. مربی و سرپرست و آقای بابک باید به داوری کار داشته باشن. حالا برای ببینیم که امیدوار هستیم که با باراندازها با دست رو بذاره پشت سر. درست است. بله، با دست رو بذاره پشت سر. این مسئله باید بدونه. حالا آقای طاهرخان میگه که مربیان
کره هم باید برن سر جاشون بشینن. آقای رسول خادم از کنار تشک به اون نکات رو میگه. بعد بشینه عقب سعید عبدالولی و طبق مقرر دست رو بذاره پشت. اینجا سعی میکنه که بلند میشه از خاطر کره اجازه نداد که اون بگیره. قبل از اون حرکت کرد و داورم کار نداد. بشه کمرگیری یک دسته همچنان در تلاش است. 15 ثانیه از وقت باقی مونده. یک بار دیگه میشینه برای کمرگیری. ناموفق سعید عبدالولی، یعنی نمیذاره کاری را به اجرا بذاره. 5 ثانیه که دیگه 5 ثانیه دیگه بعیده بتونه. میره برای فیتو که وقت تمام میشه. و داوری رو خودتون دیدین دیگه، من صحبتی در مورد داوری نمی کنم. خودتون ملاحظه فرمودید که داوری به چه شکل بود. عبدالولی بایستی بره دیگه کنار داور بیسته، وگرنه محرومش میکنن. باید بره کنار داور بیسته. اشتباه یا درست باید به رأی داوران احترام بذاره. اگر نیسته او هست میشه، از مدال برنز هم دور میمونه. باید بره به داور و مطیع باشه، باید مطیع مقررات باشه. عبدالولی درسته که داوران اعمال نفوذ کردن، اگر نره عبدالولی بشینه به او رو دیسکالیفیه خواهند کرد. حالا هیئت جوری به اون میگه و عبدالولی بایستی بلند شه از جای خودش. با آقای حسن بابک حالا میاد و او رو از جای خودش بلند میکنه. آقای حسن بابک باید بیاد دخالت کنه و درست است، باید بیاد وایسته کنار او. و البته خود کره میدونن چه کار کردن که اینقدر آوانتاژ دارن، وگرنه دیسکالیفیه شده بود تا الان.